یا آقا چطورین؟ اومدیم با این خر یه دونه ولاگ ولگردی مولا براتون ضبط کنیم. بچه‌ها دیگه نگاه کنید بچرک کنید دیگه، تو یوتیوب فارسی ولگردی نداریم. نداریم ولاگ ولگردی نداریم. ناموسا بریم الان دیگه ایستگاه اتوبوس. آره دیگه بریم ایستگاه اتوبوس. معلوم نیست می‌خوایم کجا بریم چون ولگردی هدف نداره دیگه، داریم همینجا میچرخیم. فقط می‌خوایم بریم به مولا. آره آقا بریم برای ادامه. بریم. نشسته ایم به در نگاه میکنیم، چرا نمیاد این لاشی؟ خسته شدیم. بیا دیگه، چرا نمیاد؟ همین الان یکی رد شد قبل اینکه البته ما بیایم تو ایستگاه. یکی رد شد دیگه نمیاد. خب بچه‌ها ولاگمون همینجا تموم میشه. جان بیا بالاخره پس سالهای بیا. خب آقا ما پیاده شدیم، انقدر پنجرهای عالی داشت نتونستم براتون بیرونو بگیرم دیگه. داستان داریم ما به مولا. خیلی خب بریم دیگه ادامه. خوشحالم تو اتوبوس بودن حوصله‌شون خب بریم ادامه ولاگ انمونو بگیریم. داداشم ولگردی آن تاپ. لیتس گو. به مولا که آقا ما آمدیم بلنبونیم فعلا. بونده شو آی دونو برام فرق نمیکنه به تمرک. خب آقا این شد داستان ما. نفری میخوایم 2 تا بلنبونیم. خانواده‌ام که گاده مجرس میشه. آره هر سری هم میایم اینجا نوشابه خانواده سفارش میدیم میمونه. نه دیگه دفعه قبل ریکورد زدیم ولی با جیگر گذاشتیم. من گو بخوریم جیگر بخوریم. واقعا گو بخوریم. نفری 300 جیگر انداختیم رفتیم. عجب آدم رفته قرون حساب کرده. چی افتاده؟ آقا فکر نکنیم ما پر خوریم داریم نفری 2 تا میخوریم. ما پر خور نیستیم بچه، ما کلوف خوریم. جان What the
فاک یعنی چی؟ هیچی دیگه آقا. اینجا ابعاد ساندویچ شکمی داستانه. مجبوریم نفری دوتا بخوریم که سیر بشویم. 74,000 تومن. میشه 10 تومن خانم. آقا این هم ساندویچ ما. یه دونه دیگه این پشت هست اونجا. این نوشابه دیگه خودتون داریم. 4 تا گرفتیم افتاد فهمیدیم. آره دیگه چون ما کلوف نه اینجا ساندویچش خیلی کوچیکه مجبوریم. آقا ما دیگه بریم به لون بونیم و بعد از لون بوندنمون ادامه بدیم. آقا به این میگن هات رویا. اینم بقیه داستان. اینم بقیه داستان. یکیش هات داگه که فکر کنم اونه، یکیش هم کوکتل. دو تاش کوکتل. ببینید دیگه خود دیگه خیلی خودی ما بریم دیگه بزنیمش دیگه. میریم واسه ادامه بذاریم. بریم بچه ما دیگه پاره کردیم خودمون رو دیگه. دیگه تموم شد و باز هم نتونستیم این شت تموم کنیم. کلا یه 3,500 تومان ما هر موقع میایم اینجا باید بزنیم. نه میانه ارزش 3,500 اون روزم 2 تا جیگر 3,500 انداختم. بریم دیگه. بریم بیرون میبینیم. خب آقا ما خوردیم اومدیم بیرون. این خر داره حساب میکنه. از نوشابه‌ش هم نگذشت آقا. برداشت. داشمون رو ببینیم داره حساب میکنه. البته حساب کرد فکرم داره میاد دیگه. خب آقا این رفت خرید ماسک خرید. پسکش میگه 10 تا ماسک 20 تومن. یک هم بخور. رفتی 5 تا خریدیم 7 تومن. خب منتظر اتوبوس اومد. اتوبوس هم که اومد دیگه. با این بریم؟ دیگه داشتم اتوبوس. آقا ما بریم تو اتوبوس. خیلی هم شلوغه. این بهتر حداقل. اگه تونستیم تو اتوبوس هم میگیریم دیگه. بریم. دیگه بریم لیتس گو. شلوغ هم نیست، داش گو میخواد. کثیف خود دیگه نمیشه. بچه الان داریم میریم ما تو پارک ملت. بزرگترین پارک مشهده. خیلی سرش. و گوترین. یک سری جاهای هست تو مشهد دست آستان قدسه. یعنی اگه اون جاها مثلا پابلیک بشه انقدر مشهد جای والی میشه که بعد اینکه الان تو یه لبخند نمیبینی تو دهن مردم. حالا ما کس نگی ولاگ رو گونه کشی. نه دیگه چه ربطی داره؟ کلا مشهد جای کیریه بچه. مشهد نیاین. میشه ولاگو فلسفی نکنی بچه تو مشهد نیاین. مشهد جای تمیزی نیست. اینجا ورودیه، یکی از ورودی های آفترین پارک مشهده. اینجا بچه ها همه نوع قشر آدم هست. از کسخلش بگیر که ماییم تا آدمایی که میاد تو این سگ سرما میدونن. نمیدونم با چه فازی ولی الان ناکو سرد نشده داشت. 4 ساعت سرد نیست الان. تازه هوا فکر کنم منفی 4 درجه بود. صبح 2 درجه بود. صبح 2 درجه نبود بخشه. اون یک که من اومدم 2 درجه بود. الان حدوداً بعد 4 اینا شده باشه چون هرچی به شب میریم سردتر میشه دیگه. تا 2-3 ساعت دیگه حاجی ما اینجا بمونیم ان تو کونه اون آسمون. یه چوب اونجا بکنی میتونی در بیاری بعد بخوری.
خوش شده رفته حاجی. اینجا هم باید آب جاری باشد، ان جاری نیست. ان جاری نیست، آب جاری باشد. ای وای. خب حاجی بذار یه جوکی تعریف کنم بخندیم ها ها ها. بذار بگو تعریف کن. یارو میره یه زنه میره بانک میگه که خب اون کسی که پشت باجه نشسته بهش میگه که حسابتون این پولی که میگید دارید نقد میدید و واریز کنم به حساب جاریتون. میگه وای نه چرا حساب جاری؟ جو کس جو که بیمزه. داداش هم کس جو گوی مادر. کپس جوک. ای خدا اگه جوکش کس و شعر بود تو کامنت ها بگید. اگرم خندیدین که بازم تو کامنت ها بخندید. حاجی ما تابستون یک بار اومده بودیم اینجا، دیارو داشتیم میرفتیم بشینیم یه گربه دیدیم یارو خوابیده بود داشت تخماشو لیس میزد. نشسته بود داشت لیس میزد قشنگ برگامون ریخته بود. قشنگ خم شده بود رفته بود پایین خوابیده بود کلش خم شده بود رفته بود قشنگ دولا شده میزد. دولا شده لیس میزد. من نمیدونم من یه چیزی گفتم امیر گفت گو نخور تخمای یارو نه داری. خب آقا این دوباره زده رو فاز سوسماس، میخواد یک جمله دیگه هم بگه. بگو ببینم چی میخوای بگی. نیکوترین حیا و شرم از نفس خویش است. حاجی این گیر داده. 10 تا تابلو اینجاست، الان ناکو یه تابلوی دیگه 100 تا تابلو اینجاست. این گیر داده میخواد سوسماس چی بگیره. بگیر ببینم چی میگی. اگه بهار را در خود تکرار کنید بهار هم همینجا. ریدی بهار هم. خب آقا این شاشید یه دور دیگه. اگر بهار را در خود تکرار کنید بهشت هم همینجا. داداشم آب سرد کن کلا خالیه. این چی کار داره میکنه؟ خالیش کردم اون تو. وای جی ای خدا. خب آقا ما هی بهتون میگیم اینجا سرده تخماتون آلاسکا میبنده جای فکر نکنیم الان خوبه. اون دروغ میگیم. یخ این یخش سطحیه. بازم بالاخره نشون دهنده. ویدیو میذارم براتون ببینید که حدودا یک هفته پیش بود در 9 درجه منفی صفر شده بود مشهد. خیلی سرد شده بود. ویدیوشو براتون میذارم. دریاچه که نبود، یه حالت حوض بود جای یه پارکی که ما همیشه میریم. کلا یخ زده بود. حالا براتون دکتر رو داریم اینجا، دکترای یخ شناسی دارن ایشون. دکتری خلاصه که آقا نگاه یخ فکر نکنیم ما داریم دروغ میگیم. الان ما داریم آب تو اون یخ زده. ما داریم سگ لرز میزنیم الان. بریم ادامه داستان. داداشم طرحهای خدا. ببین تو رو ناموست. بچه اینجا مثلا باید دک نهنگی چیزی باید. برو رد شو ببین. نمیشه گیر میشون. تابستون بود میپریدم والله. بعد اون وسط گیر میکردی. بعد منم انت میگردم نجاتت نمیدادم همونجا میمونی. سلام خوبی. پخ داری به گوشه. زمین بازیه کودکان.
داوشمی به مولا. کجا میری داشی؟ به مولا بدخواه داشته باشی. تو خوشم حساب نمیکنم. تو که اینقدر تخ نداری. آقا دیگه تو پارک ملت فکر نکنم چیز دیگه باشه که من بهتون نشون داده باشم. آره در مجموع خیلی داستانه. اومدین مشهد که من میگم نیاین، اینجا هم نیاین. کلا نیاین. آقا تو خونه‌تون. کلا نیاین. خب ولی اگرم اومدین اینجا نیاین. اینجا چیزی نداره. ویدیوهای منو نگاه کنید. بابا والا. خب آجی ما دیگه میریم ایستگاه اتوبوس. ما دیگه میخوایم بریم یه جای دیگه. حالا معلوم نیست اصلا ما چون هدفی نداریم. ببینیم اگر تونستیم یعنی تصمیممون اوکی شد قطعی شد که بریم اونجا هم میگیریم براتون. بزنیم بریم. گایز داشتیم میرفتیم سوار اتوبوس شیم. داشتمای پاکیزه. داداشم جانی سینز با ابروهای سفید. جانی سینز ورژن پیر. ناموسن نگاه بازوهاش هم میخوره. اما بریم دیگه توی ایستگاه اتوبوس. هنوز مقصد نداریم. اگه مقصد قشنگی پیدا کنیم میریم، اگر هم نبود که دیگه اوترو رو میگیریم. بریم بعد ادامه. دیگه همینجا ما دیگه این ولاگو تموم میکنیم. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین. دیگه نمیخواد بگم لایک و ساب و داستان و بیشار اینا خودتون بزنین دیگه ما تمومش میکنیم و دیگه همین دیگه فعلا